من حوزه حتی فکر میکنم که این حادثه با من نه با اون کس دیگه رو دادگی من پروست همیشه شنیدم همینه. مدینه هر وقتی درباره بیماریش قصه میکند هیچ باورش نمیآید که قهرمان این سرنوشت اوست. گاهی با چشمان خیره به آینه مینگرد و چهره پر از امدادخواهی را میبیند که اصلا برایش آشنا نیست. از بچه‌م درس دادن وایم همیشه میبینم من زیق میشن دل شکسته میشن میرن. او کارمند دادگاه بود. چند حادثه در زندگی او را به بیماری جدی گرفتار کرد. حالا تمام تلاشش برای طبابت بیماری آموسی سر است و به کمک مالی نیاز دارد. من با امید خدایم با امید یگان شخصی خیرخواه تمام دیگه چی اگر شود خوب نشود خیر. مدینه میگوید 2 سال پیش و پس از قرضداری شوهرش از بانک سرگردانی های آنها شروع شد. منزل خود را به گرو گذاشتند و مدینه با 2 فرزندش به خانه مادر آمد. ماه اوگوست ما خانه از دست دادیم برای اینکه بانک با که قرضدار شد دامادم شوهر همین بیمار مدینه و همین بانک سود بداد چند بار سود به جیغ زدن. بعد من پروکراتور گنرالی بنوشتم و گریخت. همین طور منزل مدینه و مادری او از دست رفت و یک خانواده عبارت از 6 نفر که مادر بزرگی 85 ساله داشتند در بدر شدند. بر عوض این همه شوهر طلاق مدینه را هم داد. فشارهای زندگی و حرفهای اطرافیان یک صدمه سختی روانی بود و او را از پای افکند. همین 10 ینور ساعت 5 سحر یکی به خود شد. نگاه کنم که خودم اول نفهمیدم که چی گپ شد. در یاری تجلیل جیغ زدم. یاری تجلیل آمد گفت که این دختر کام بغل کرد. طبیبان در تاجیکستان به مدینه مشوره دادند که معالجه بعدی را در کلینیکای براه ماند که توانی انجام چنین معالجه ها را داشته باشد. تصمیم نهایی این شده است که جراحی و معالجه بعدی را او در هندوستان انجام دهد، اما برای این $7,000 لازم است. من بسیار میخواستم که همین خیلی یک فوند خیریه پیدا شود که با من همین مبلغ جراحی رو دهد و من دخترم رو جراحی کنم، یا اینکه یگان آدم شناسی پیدا شد که بعد 2 سال به من قرض دهد که من جمع کرده از معاشم دهم. انا همین قطر وای دارم دیگر راه ندارم. من مطلوبه میرزایeva مادر مدینه پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان است و حالا با اهل خانواده‌اش در خوابگاه این دانشگاه زندگی میکنند. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام مدینه صورت حساب ویژه بانکی باز شده است. این مادر جوان به افراد سخاوت پیشه امید بسته است که دست امدادی خود را دراز میکنند.